سلام علیکم، چطورید؟ من مونا قشنگ بستم پشت آماده کردم که بریم میکاپ کنیم با دوستان بریم بیرون. نمیدونم ویدیو رو دقیقاً قراره کی آپلود کنم، ولی ما داریم ویدیوشو میگیریم. خب بچه ضد آفتاب یه چیزی که اصلا نمی‌تونم روشش کنیم اصلا، یعنی حتی توی زمستون هم ضد آفتاب ما بزنیم، چه برسه که تابستون. میگن که 2 تا انگشت بعد ضد آفتاب رو بزنی، ولی خب من نمی‌تونم، فکر کنم یه ذره 2 تا انگشت زیاد بشه. مثلا چون حسین ندارم 600 درصد جذب شه. من لازم 2 تا انگشت اینجوری اینو بلند می‌کنم بعد مثلا تقریبا نمی‌دونم میگم بلند کنیم یا چیکارش کنیم، ولی حالا دیگه من بلند کردم. از این اصطلاح استفاده کردم، نمی‌دونم درسته یا غلط. خب بعدش یه فامیل لب بزنیم، با هر فامیل لبی که دارم. من دستم ضد آفتابی باز نمیشه که. وای چیکار کنم؟ اون فقط سوچه ویدیوی من واقعا بی‌نظیره. بچه این بوش واقعا بی‌نظیره، شاید خیلی مثلا لب آبرسانی نمی‌کنه، خیلی مثلا عالی نیست به عنوان یه بالم لب، ولی واقعا من عاشق پکیجینگش و کسش هم تو زنگ من عاشق مثلا چطوری این مدلی هم و بوش قشنگ مثل این آدم ساختن موزی تو فرنگی داشت قدیما، حالا الانم هستن ولی مثلا دیگه اونقدر مثل قدیم ترند نیست. دقیقاً بیا تو فرنگی موند. خب اصلا قشنگ یه قرمز وای عاشقشم. خب بعد یکم وای میستیم که ضد آفتاب هنوز جذب شد. میخوام کرم دور چشم بزنم واسه زیرساز چی؟ کانسیلرم. بچه امروز قشنگ دارم صدمو میذارم همون میکاپ کامل نوسه سامش. بچه کرم دور چشم شما نباید اینجوری، اولش خب اینجوری من دارم پخش میکنم، خب بعد باید تپ تپی بزنید. یه ذره میخوام بالای هلکن اینجوری بزنم، اینو باید تپ تپی بشن به این صورت شما بلند کنید. بچه بلند میگن دیگه، همشو بگید که بلند میگن، فقط واسه کرم بود بلند نیست. خلاص این کار انجام بدیم و بیاد. حالا بچه اینا خیلی یعنی این کرم دور چشم خیلی یه چیز ضروری نیست، میتونید انجامش ندید اگه مثلا کرم دور چشم ندید، ولی مثلا خوبه باشه، چیز خوبیه کلا کرم دور چشم. مثلا تو روتینای شبانه‌تون روتین کلا پوستتون ازش استفاده کنید، واقعا بی‌نظیره. بچه‌ها من چسب کاغذی در دستم نبود، از چسب شیشه استفاده کردم. 2 تا چسب واسه سایه‌مون می‌خوایم سایه‌مون کاملا خطی باشه. 2 تا چسب بزنید، حالا تو ویدیو بعدا، ولی 2 تا چسب قشنگ اینجوری بزنید با همون زاویه‌ای که می‌خواید مثلا سایه‌تون باشه. 2 تا چسب بزنید. اگه کاغذی باشه که خب بهتره، اگه نبود دم دستتون مثلا چسب شیشه اینجوری استفاده. خب همون موقع روی یک ضد چیز کاش بگم روی کمی دورچکتون نرید سریع اینو بزنید. خب این چرا اصلا خیلی زشته ویدیو چیکار کنم؟ آره نه بزنید عجب حالا نه جوش همون چسب بزنید، یه ذره وایسید که جذب بشه بعدن چسب بزنید. خب حالا یک مقدار کانسیلر رو الان میخوام بزنم. چیکار میکنیم؟ یه سایه قهوه‌ای بذاریم پیدا کنه. خب امروز چقدر تاره دوربین، نمیدونم چرا میخوام از این پلته کلا استفاده کنم، از این رنگای قهوه‌ای که می‌بینید به ترتیب از این سه تا استفاده کنم. خب حالا از این رنگش که روشن شما اصلا فرق نداره، مثلا یه دونه مشکی انتخاب کنید، یه دونه قهوه‌ای تیره، یه دونه قهوه‌ای متوسط. از این البته تو قهوه‌ای نیست، به نمیدونم چه قهوه‌ای باشه. حالا اینو اینجوری از اینجا اینطوری می‌زنید. خیلی تاره دوربین، مثلا دستکاریش کردم نمیدونم این که تر شد یا نه، ولی میریم سراغ ادامه کنیم. قشنگ این گوشه 1/3 پلکتون رو از اون قهوه‌ای می‌زنید. این قهوه‌ای روشنمون بچه، یعنی روشن‌ترین قهوه‌ای که داریم ازش استفاده می‌کنیم. حالا الان به خودی خود این قهوه تیره، یعنی روشن‌ترین قهوه‌ای که ما داریم استفاده می‌کنیم این یکی تیره تر. اینورم دقیقاً همینجوری می‌زنم. خب دیدین خیلی مرتب نیست فعلا، ولی چسبمون اگر نامرتب باشه با چسبی که می‌کنیم زیرش کانسیلر می‌زنیم قشنگ اون خط رو صاف می‌کنه، ولی اگه چسب نباشه یه ذره داستانه. بعد از اینی که تیره تره بچه دیگه براشون موندن انگار واقعا نیستن. قبل ویدیو همه چی بزنم دم در سر با کلاس باشم تو زندگی. یه براش دیگه پیدا می‌کنم. بچه براشم مثلا به درد سایه زدن نمی‌خوره، ولی حالا چون با انگشتم می‌زنید دارید براش بهتر استفاده نداری هر کاری می‌کنید بکنید. مثلا با چیه این گوش واکن. بعد قهوه تیره تر رو می‌ذارید بچه، فقط انگار دارید خط چشم می‌کشید و این قسمت اون موجتون اینجا رو یه ذره تیره تر می‌کنید. همین، فقط همین. این سمت هم همین کار می‌کنه.
سپس با یه براش این مدلی که من از این واسه روش بودم استفاده می‌کنم. بچه‌ها براشم واقعا دلم می‌خوره. بعد برم چون یه سری شد انداختم رفت. بعد برم واقعا یه ست براش خوب بخرم. بچه‌ها این اینجوری بلند می‌کنید که قشنگ خوب بلند بشه. خیلی همون سر جاست زیاد سعی می‌کنم که رنگا رو نمی‌خوام همه بزنیم، فقط یه ذره بلند بشه اینا. خب چون خیلی هم دوست دارم که واقعا اینا باشه سایم. بچه‌ها مشکی رو مصرف شدم. از این پالت استفاده کنم. از این یکی پالت می‌خوام استفاده کنم. بچه‌ها این زیاد رنگی خوبی نداره. دو گرد برندش تا جایی که می‌تونید از این برند نخرید. ولی مثلا هایلایترش خوبه، مشکیش خوبه، سفیدش خوبه. رنگای دیگه‌اش زیاد پیگمنت خوبی نداره. اینجوری مشکیشو دیگه اینو قشنگ فقط این خط چشتون می‌کشید باشه. تا قشنگ نصفه‌های پلکتون هم میاد. این سمت هم خب اوکی است. اوکی نیست. اوکیه. خب دوباره اینم حتی قراره ما بلند کنیم. شاید باورتون نشه. قرار نیست خط چشم با صورت داشته باشیم. اینم بلند می‌کنیم. سپس این چسب رو برمی‌داریم. یه سایه خیلی جالب خطی بهمون میده. واقعا راضیم تا اینجای کار، ولی هنوز ادامه داره. یه ذره خطش الان واسه من بالا پایین هست بچه‌ها. رومی که زیاد مشخص نیست که چیکار کردم، ولی خب شما اگه همین مرحله همینجوری پیش برید قشنگ متوجه میشید که چیکار باید بکنید. بعد از کانسیلرمون میزنیم به این قسمت پلک. خب بچه‌ها کانسیلر آرتسکین واقعا بین کانسیلرایی که اقتصادیان خیلی خوبه. یعنی من به شدت ازش راضیم. واقعا خدا ازش راضی باشه. به نظرم واقعا خیلی خفنه. و یه اسپری آب می‌خوایم بچه‌ها. یه اسپری آب داریم الان. اسپری آبو می‌خرم. مثلا اینجوری قشنگ اسپری اینجوری نیست. میتونید اونجوری اگه دارید استفاده کنید، اگه نه تهیه کنید. اگر نمیخواید که همینجوری همیشه یه جایی اسپری که خالی شده توش آب بریزید تو اتاقتون باشه، چیز خوبیه. من حالا اینو توش گلابم ریختم، پس همینجوری اسپری می‌کنم دوستم تو طول روز. یعنی یک سومش گلاب ریختم، بقیه‌اش آب. اینو می‌ذارم تو یخچال، یه ذره مثلا یخم میشه، بعد مثلا به صورتتون اسپری می‌کنید تو طول روز، اصلا پوستو فرش می‌کنه. واقعا خیلی خوبه. حالا اینو بلند می‌کنید. چقدر مثلا بینش یه حرف می‌زنم، بعد اون میپرم میرم ادامه کارم. حالا جالبه. اما اینکه خودم میگم بودم جالبه. آره خلاصه جونم براتون بگه که نه. بچه‌ها بیرون هم واقعا نمیدونم که قراره کجا بریم. شاید با دوستان بریم مثلا پاساژی جایی، شاید هم بشینیم یه جایی. واقعا نمیدونم. پاساژ گردی می‌کنیم، کافه میریم، کجا داریم میریم که نمیدونم. فقط میگم با دوستان دارم میرم بیرون. بعد با یکی از دوستان فقط قراره بود برم پدری داد گفت فلانی هم هستن. من گفتم اوکی. خوش می‌گذرد. میاد. با بچه‌ها کانسیلر رو که اصلا اینجوری میزنید خدا میشه اون لحظه. الان تو ویدیو یه ذره بده. البته بدم نیست خوبه. واقعا شاهکار خلقته. بچه‌ها این سایه حالا برعکس اون که گفتم پیگمنتش خیلی خوبه. چیه هداموچیه. خب اینا خیلی گرون نیست. اینا واقعا همه وسایل من اقتصادیه. این رنگو داره شماره 2. خب من میخوام از اینا بزنم واسه همین روی کانسیلرم که اینو بیک کنه یه جورایی. بعد فکر کنم من با دست بزنم. با دست نمیزنم. بذاریم سعی میکنم فیدش کنم تو این سایه بغلیه. بچه‌ها متاسفانه پیدا نشده بود از یه بیوتی بلندر غیر نمدار نشدن تمیز استفاده میکنم. همینجوری میزنم تو پشت دستم میزنم رو اضافهشو میگیرم. اینم باز کامل زیر چشمتون نزنید. موقعی که دارید میبرید زیر چشمتون اینجوری سعی کنید بالا رو نگاه کنید که خط نیفته. اون سمت هم به همین حالت. بذارم کلی از صورتمون چون این بیبی کرمه گفتم خیلی سبک که خوبه. یه ذره برقم نمیذاره پوست. اون برقش ما الان واقعا دلمون نمیخواد. میکاپای گلویی هم خیلی ترند شده جدیدن. ولی خب الان من نمیخواستم مثلا واسه این میکاپ اونقدر برق باشه رو پوستم، مثلا مات باشه راستش. روی گفت زیاد برام استفاده کنم. نسبتا زیاد خیلی هم زیاد نیست که آره خلاصه چون روژم از این کیکوه شماره 08 یه ذره بچه اینم واقعا دوست دارم. به نظرم یه وانیل میده. حالا نمیدونم یه ذره رسد بدم. بچه دقیقا اینجا یه دونه جوش زده باعث میشه که انگار سر روش مانده شده به اونجا که قرمزه ولی خوب نشد.
کاش با روژم مشکل نشه، چون خب برم حاضر شدم دوباره یه لوک نهایی بهتون نشون بدم و فکر کنم دیگه تمومه دیگه. فعلا